شایانشان آگاهی نفوذی به پایانه دارند. ناگفتن امانت خواجگی جنبل ناحیه از سال 1936 تا به امروز فعالیت دارد. احسن به چنین مردان هنر، احسن به چنین مردان هنر. اگر گویم شعری ابن سینایی آنانند. لحظه از این بر راهبران کارمندان پیمانخانه روحی و طبیبان هیئتی خدمتچیان پیمانخانه مرکزی شهرکی نوآباد می‌گذارند. احسن به شما طبیبان عادل و مردم، احسن به شما. مشاهیر خوبی اشعار زیبت و تاجیرگری بازار زیبت، ولی در زندگی بر این طبیبان شفای آدمی بیمار زیبت. احسن به شما. پایه دولت نگردد بیماری استوار، پایه دولت نگردد بیماری استوار. دولتی پایدار خواهی روی بر مکتب بیار. از دست این بر علتها کالکتیوی آموزگاران و دانشجویانی کالجی آموزگاری شهرکی نوآباد می‌گذرند. البته این درگاهی علم و معرفت از سال 1932 تشکیل یافته است. آگوستن امانتی دستبروران این مؤسسه نه تنها در وادی رشتان بلکه در تاجیکستان نفوذی به‌پایانی دارند. اینها در این کالج آموزگاری در دو شعبه روزانه و گاهیانه زیاده از 400 نفر دانشجویان و تعلیم فراگیرند. احسن به چنین خدمتی شایان، احسن به چنین استادان. آموزگاران و کارمندان مؤسسه تعلیمی رقم 8 برام ابراهیم الخواجه می‌گذارم. این درگاهی علم و ادب از سال 1954 این جانب فعالیت دارد. از منبر کارمندان و مربیانی خدمت نشان داده این مکتب اینترنتی جمهوریوی می‌گذارند. مکتب اینترنتی جمهوریوی عین حال زیاده از 40 نفر آموزگار و مربیان با تجربه دارد که با طبقه نیازمند اهالی یتیمان و بی‌پرستاران تعلیم و تربیه می‌دهند. احسن به شما استادان. از نزد منبر اعضا آموزگاران و کارمندان مؤسسه تعلیمی رقم 8 به نام ابراهیم الخواجه از سال 1954 این جانب فعالیت دارد. در این درگاه مقدس 42 نفر آموزگاران و 900
37 نفر خواننده را با دانش خوب و علاق و مفاهیم‌های عالی جمهوری تاجیکستان سفربر کردند. اجازه است نزد منبر آموزگاران و کارمندان مؤسسه تعلیمی رقم 9 می‌گذرد. با گفتن امانت که این مؤسسه تعلیمی درگاه علم و معرفت در سال 1996 تأسیس یافته است.